توی باشه، تماشا باشه، انق سرجمی باشه، خوشحالی باشه. و زنجیر گر ببندندم به سویت باز میآید. آها اینجا دست توی یجویش دلکه اینا دست سلام با کلی مردمی سربلند تاجیک و فارس زبانان روی دنیا. روز همگی به خیر و شادی باشد و ما در دهه سنتوده قرار داریم. توی باشه، تماشا باشه، انق سرجمی باشه، خوشحالی باشه. برای همین خب ما در دهه سنتوده بگیم هممون ایمون به ایمون خیش و تباریم. هممون همین دهه سنتوده این طرف خود تو قریبی کلنی بود یعنی سربند رفته گه ما بگیم خیش و تبارای یک تا جانو هستن. جانوی هم مادر هم پدر خدمت همین مردم ده توی تماشا یک جای دیدن میکنیم خرسندی را. فقط ما دعا گوییم که همین جوان مردا زن بگیرن فرزنددار شوند در خدمت خلق و ملت و وطن باشن. میریم از جای دیدن انکی مردک آشوش دم دو پرت ای بلق آشنا دیدم بجوشه این چی خیلی باشه ها بجوشه خیلی نسان بگیم هیچ که دم پرت کرد یا توی در خشم نیفر بگنن توی در خشم من همی کامera بگم سنتو دارم خزنه توی سنتو هم از لبه سمیان ارخیوش محل بیا صورت میگیم اینه من ایدرون شنگو گیسم که باید شما گفتم چی بگم ایدرون شنگو گیسم که موزیکا نشما گفتم موزیکایی که یار است گیسن یوتیوب میخپده یوتیوب چشمانی تو را خمار میبینم منه یه زلفانی تو را دوتا یه میبینم منه در سایه زلفی تو شکفته لاره دورانی تو را بهار میبینم منه سرمکی به سرمک جوانی این آمدیم رسیدیم اگه توی خانو در توی مبارک چیزی سر نکن اگر سرمک کنی دل ستانی اگر سرمک کنی بر چشمی مستر که تو جلادی خونی عاشقانی ای هوایی سیری گل چیدن ندارد یکی بلبل ذوقی نالیدن ندارد ای پرو بازویی پریدن ندارد ای هوایی سیری گل چیدن نصیحت میکنه مادر به دختر
الله اکبر. نصیحت میکنم مادر به دختر، مزن خالو مزن سرمه مبند سر، مبادا که کسی رویت ببیند بدامی زلفی تو گردد قلندد. ای هوایی سیری گل چیدن ندارد، ای که بلبل ذوقی نالیدن ندارد، ای پرو بازوی پریدن ندارد. ای هوایی سیری گل چیدن در عالم توحید، چی پستی و چی بالا، در راهی حقیقت چی مسلمان و چی ترسا، در کشوری صورت سخن از ما و منی نه، در ملکی معانی نبود بحث من و ما. انجامی تو آغاز شد، آغازی تو انجام، چون دایره ذات نشانه زی سر و پا. بشناس تو خود را که شناسی تو خدا را، روشن شود ای خواجه تو را سیری معما. در عالم توحید چی پستی و چی بالا، در راهی حقیقت چی مسلمان و چی ترسا. در این سری شده میگم بلان و سوی ایان میگم آوقتی آشی ساکشا آوقتی ما خوشی یعنی اینجا دا دست توی عجوه شده لکه اینا، دست توی عجوه شده نه اینا دست توی عجوه شده. اینجا دا بخیم او داچه دام عروس و دمون عروس های اینجا دا مینا عروسی موقع موادم نکر اینجا انا ها اینجا هم دمون عروسون اینجا میارن نه انا جوری جانمه که باشه انا خیل میایا مکسه انا میخیل میان انا هی انا نگاه وقت کسه پیش شده اینا دمون عروس میارن اینجا. که معلم بود تو؟ نه معلم دیده معلم اینه. و یکی از موضوع های زیبا منظر جماعت دیوت سنگتوده یکی از شاههای بزرگ بچه امکی کمالمان در اینجا تشریف آورده است. ما از حاجی دوستمراد منت داریم که این گونه موضوع و این گونه شرایط ها برای شاه و عروس و من نوعروسان یک شرایطی نفس فراهم آورده است. خیلی اکنون بنابر سبب فصل خزان بودن همه خیلی موضوع کمکک در یک شکلی ناجور میتابد، اما به این هم نگاه نکرده تا حال تمامی همین شاه و عروسا در این موضوع بیشتر آمده به سیر و سیاحت این باغ و بستان و دشت و چمن در نقشی صفات نام نشانه نتوان یافت، آنجا کی کند شعشعی نور تجلا، ذراتی جهان را همه در رقص بیابیم، آن دم کی شود پرتوی خورشید هویدا. در عالم توحید چی پستی و چی بالا،
در راهی حقیقت چی مسلمان و چی ترسا در کشوری صورت سخن از ما و منی نه در ملکی معانی نبود بحثی من و ما ورزان کی به خود ره تو امروز نبردی ای بس کی به دندان بری انگوشت و فردا این است رهی حق کی بیان کرد نسیمه والله شهیدان کفی بالله شهیدان عالم توحید در عالم توحید چی پستی و چی بالا در راهی حقیقت چی مسلمان و چی ترسا در کشوری صورت سخن از ما و منی نه در ملکی معانی نبود بحث من و ما انجام تو آغاز شد آغازی تو انجام چون داهی رئیسان نشانه سی سر و پا بشناس تو خود را که شناسی تو خدا را روشن شود ای خواجه تو را سیری محمد در عالم توحید رقص بازی اینا خداوند بچه زنگیره هم باشه با نمی مرود مقصد برسون اینا خیلی زندگی نمیخواه یا خرسندی یا خوشحالی یا رقص بازی زندگی نمیخواه چی داره تمام دیگه در زندگی فقط شاد زیستن بندگی رو فراموش نکردن تمام دیگه همش میگذره